دلار 130,000 تومان، سکه 140 میلیون تومان. تو این وضعیت که قیمت مرغ و گوشت تن آدم رو میلرزونه، وای به روزی که تنت بلرزه و پات به بیمارستان باز بشه. رک و پوسکنده بگم تو این شرایط اقتصادی اگه مریض بشی و بیمه درست حسابی نداشته باشی، تعارف نداریم، باید ماشینتو بفروشی تا خرج جونتو بدی. کسی هم اون بالا ننشسته که دلش برای من و تو بسوزه. خودمونیم و خودمون. برادر من، خواهر من نمیگم برو گرونترین بیمه رو بخر. میدونم سختته، اما حتی اگه بودجت کمه، لااقل یه بیمه تکمیلی پایه داشته باش که اگه خدایی نکرده کار به عمل جراحی رسید، به جای اینکه به خاک سیاه بشینی، بیمه هزینه‌شو بده. قیمت 1 سالش هم اندازه چند پرس غذا میشه. ما توی تکمیلیا طرحهایی رو براتون آماده کردیم که با کمترین هزینه بزرگترین خطرها رو پوشش بده. همین الان برو تو سایت تکمیلیا.com یا دایرکت بده، بقیهش با تکمیلیا. نذار دیر بشه.